تا نکته در مورد خیار بگم. هیچ وقت اجازه ندید سر خیارتون در این حد به سمت پایین برگرده. قبل از این موضوع باید سرپیچی بشه، یعنی یه زاویه اینجوری که پیدا کرد باید سرپیچی کنید. ببینید اینجا شکسته. حالا بوته ببینید تا 30 متر دیگه بیشتر نداره. البته از اینجا اگر که بخواید سرپیچی رو در نظر بگیریم بوته به سیم رسیده. بوته به حدود 50 تا 70 سانتی سیم که رسید، این نخ رو از پایین شلش میکنیم، بوته رو یک کوچولو میکشیمش پایین. ببینید خیلی راحت. ببینید نخ رو از پایین شلش کردیم. یه 30-40 سانت میاریمش پایین. این نخ رو یه جایی دوباره اگه بست داشته باشیم خیلی خوبه، اگر نه که یه گره یه جوری که بوته رو اذیت نکنه. سرپیچی هم خیلی چیزا یه گره بهش میزنیم. ببینید پایین کشی خیار بهتره نرم باشه. هر دفعه یه کوچولو اینو بیاریم پایین، یه جا حلقش کنیم مثلا ساقه رو. بعد اگر یه بست این پایین داشته باشیم کارمون خیلی راحت میشه. بست رو بازش میکنیم، نخ شل میشه، بوته رو یه کوچولو میاریمش پایین، بست رو میاریم یه جای بالاتر از نخ وصلش میکنیم به بوته. ببین این بوته الان خیلی راحت 70 سانت پایین کشی شد. اینجوری از بار نمیفته بوتمون. تو چند مرحله پایین کشی میشه. دم همتون.